با توجه به رکود معاملات و رکود بازارهای مالی، بازار سرمایه مناسب سرمایه گذاری یا نه و روند کوتاه و میان مدتش به چه شکله؟ در این پست پرداختیم به استراتژی که پیاده سازی شده بر قالب سناریو احتمالی روند بورس. سیاست پولی و سیاست مالی دو کلیدواژه‌ای که حتما باید بهش دقت بکنیم. زمانی که تورم روند سودی رو در پیش میگیره، یه امر طبیعی که دولت‌ها بخوان با توجه به سیاست‌های انقباضی، سیاست پولی انقباضی که در پیش میگیرن، این تورم رو کنترل بکنن که خب از رفتار سیاستگزارانشون متوجه شد که میتونه تاثیر مستقیمی روی نرخ بهره بذاره و زمانی که نرخ بهره سعودی میشه میتونه روی بازار سرمایه تاثیر بذاره که در مورد این نکته و نرخ بهره در ویدیوی گذشته مفصل صحبت کردیم. در اون سمت سیاست مالی، خب با توجه به رفتار سیاستگزارا ما داریم می‌بینیم که سیاست‌های مالی نوعی سیاست حمایتی از بازار سرمایه هستش که میتونه عملاً تاثیر مثبتی روی روند بازار بذاره که حالا در روز گذشته اینو مشاهده کردیم، ولی همچنان نیازی که این سیاست‌ها، این حمایت‌ها اوج بگیره و همچنان خب ما در حال حاضر داخل موج اوراق خزانه قرار داریم و بازار مالی داخل یک رکود معاملاتی قرار داره و حتی انتظارم میره ما یک رکود تورمی هم مشاهده بکنیم. یعنی تا زمانی که دلار موج اصلیش شروع نکنه ما رونق بازار مالی رو نمیتونیم مشاهده بکنیم، به خاطر اینکه خب اقتصاد ایران اقتصاد تورم محوری. در مورد تورم و دلار هم در یک پست به صورت تخصصی بهش پرداختیم. در ابتدا میخوایم نمودار بازار کل بورس رو تحلیل بکنیم. موردی که باید بهش دقت بکنیم اینه که خب ما دو سطح خیلی مهم رو بالای سر و پایین خودمون داریم. سطح اولی که باید بهش دقت بکنید این سطح 2,200,000 واحد. اگه این سطح شکسته بشه عملا ما موج بورسمون شروع میشه. پیش بینی که میتونم در کوتاه مدت در ابتدا داشته باشیم روی شاخص کل بورس اینه که بخواد یک رشد داشته باشه و سپس یک اصلاحی رو بده. اگه اینجا ارزش معاملات رشد بکنه خب عملا میتونیم انتظار داشته باشیم که خب این کانال کفش شکسته نمیشه و میتونه محدودهای قیمت بالاتری رو ببینه که میشه انتظار این رو داشت. ولی با توجه رکود معاملاتی و ارزش معاملات پایین باید حتما این استراتژیک رو داشته باشید. باید حتما با استراتژیک وارد معاملات بشین. استراتژی برای شما در نظر دارم اینه که در این قیمت‌ها میتونه اصلاح ثبت به شدت جذاب باشه و برای میانگین یا ورودهای با حجم بالاتر حتما صبر کنید ناحیه 2,200,000 باید شکسته بشه و یعنی اگر این زیر این قیمت‌ها خرید بکنید ممکنه کف کانال ما شکسته بشه. در صورتی که سبدتون جمع شده است، یعنی با درصد قابل توجهی سرمایه‌تون رو وارد کردید، حد ضررتون رو میتونید زیر محدوده 1,960,000 واحد قرار بدید. چون اگه این محدوده شکسته بشه به حد ضرر رعایت نکنید ما یک ریزش شارپی رو میتونیم تا محدوده 1,600,000 واحد داشته باشیم. پس توجه بکنید که حتما محدود 2,200,000 واحد شکسته بشه سپس وارد معامله بشید. انتظارم اینه که این محدود شکسته شه سمت بالا و ما یک موج خوبی رو مشاهده بکنیم، ولی اگه این سناریو شکل نگرفت حد ضررمون فعال میشه. شخصا سهاممو نگهداری میکنم، سهامی که بلند مدته، چون الان من با درصد قابل توجهی وارد بازار سرمایه نشدم، سرمایه قابل توجهیم رو نقد هستم و میتونم بعد شکست این محدوده واردش بشم. اگه این محدود شکسته شد عملا میتونم وارد بازی طلا بشم، یعنی بیام در قیمت‌های جذاب صندوق‌های طلایی بخرم. در مورد طلایی ما در یک پست جداگونه بهش میپردازیم. کانال تلگرام رو حتما دنبال بکنید چون موقعیت‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه مناسب رو در تلگرام هم میذاریم. در چنل یوتیوب به صورت ویدیویی قالب یک ویدیو ما دلیلمون ارائه میدیم. صندوق‌های سهامی خیلی جذاب هستن برای سرمایه‌گذاری و همراه جذابیتشون میتونید به عنوان یک ابزار برای تحلیل بازار سرمایه و شاخص کل بورس ازش استفاده بکنید. اهرم و توان دو گزینه خیلی مناسب هستن از این گروه که من توان رو انتخاب کردم. این صندوق‌ها توی تحلیل کوتاه مدت میتونن بهتون کمک کنم.
خب ما یک روند نزولی داریم مشاهده میکنیم، انتظار داریم که خب بازار سرمایه هم یک اصلاحی انجام بده و توانم وارد اصلاح بشه و در مرحله اول 1600 تومان و مرحله دوم 1500 تومان. با توجه فشاری که در تا اینجا محدود قیمتی به خودش دیده، اگه همچنان فشار دید قیمت ادامه دار باشه میتونیم روند صعودی از اینجا داشته باشیم، ولی اگه فشار عرضه افزایش بده بکنه میتونه روند نزولی ادامه دار باشه. پس باید در ادامه هم این رو بررسی بکنیم که روند قیمتی به چه شکل حرکت میکنه. در حال حاضر به نظرم یک اصلاح میده و در نهایت روند سودیش رو شروع میکنه، ولی اگه فشار عرضه افزایش بده بکنه خیلی قضیه تفاوت پیدا میکنه و یک تحلیل جدید رو باید براش در نظر بگیریم و در ابتدا میتونه قیمت‌های 1400 تومان رو پود بکنه و به قیمت‌های 1000 تومان برسه اگه فشار عرضه افزایش پیدا کنه و از روند سودیش خارج بشه. این صندوق ها برای سرمایه گذاری در روند سودی به شدت جذابن، ریسکشون بالاست، چون همونطور که سودای بالایی میدن همونطور هم ضررهای سنگینه و برای حرفه‌ای‌ها این صندوق، این نماد پیشنهاد میشه که ما در داخل تلگرام اینو تحلیلش رو زیاد میذاریم، چون خودمون روی این نماد به صورت کوتاه مدتی و میان مدتی وارد میشه. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدا بزرگ